لاولت آی روز جمعه بازار ببینیم کجاها بازه مردم بگیریم اینم همون بازی که گفتم من بهتون جدا برد اینجا جاییه که جمعه ها میشه ازش رفت توی بازار، توی در بازار. گفتم بهت بگم حالا با موتور رفتیم توی بازار، یعنی حاولیم بیده شلوغی ها بگیر جمعه سا امو میخنده چی بسته؟ یه جا دیگه هم راه داره. بچه ها موتور رو گذاشتیم اینجا. چرا بازم کثیف و تاره دوربینم؟ پله نوستان هیچ که توش نیست. باید میگم اومه وقتی یکی نیاز داره. فلشبک باشه. بازه میرفتی توی من بلد نیستم فلشبک. چه اینکایی آقا اینا چنده سلام 98 شما عمدهش 98 100 38 مگه اینا رو خودت درست نمی‌کنی؟ بله. چند میافته برای خودت؟ کاستشو در نیاوردی؟ بچه ها خیلی نامرده این منو تنها گذاشت. معتاد لوازم تحریر بدبخت. انگار هروئینه. عمو بگو چیزی نمیفروشی بهش. عمو بگو اونا فروشی نیست. بچه ها ما یه زمان از اینا وسط میکردیم پیاسات شبه. خب رسیدیم به موتور. روشن کنیم بریم اکباتان. خب بچه ها ما قرار شد بریم اکباتان، همون خرازی فروشی ها. وسط دستشویی گرفتتون. به به ویو ره
خانم بازارچه شماره 2 کدومه؟ مرسی. آبش دست اخ مادر. ای خدا قربونت برم من. خب ما امروز دنبال خرازی میگشتیم، همون خرازی که قبلا رفته بودم ازش خرید کرده بودم. بعد این شروع تو اکباتان داشت، بعد میدونستم که جمعه بازار بسته است، ولی باز بازارم رفتیم. بعد دیگه همین رستوران گفت نه دیگه، گفتی بریم. حالا اومدیم اکباتان. من تا حالا نیومده بودم ولی واقعا خفن. بریم تو خرید کنیم، کلی چیزای خفن داره اینجا. بالا ویلچریا بعد این بر برم. چرا ما هر دفعه جدا میشیم از هم؟ پرسیدی؟ منم با استرس. عذاب وجدان گرفته. تو نداری؟ بچه ها خیلی تنوع داشتن، خیلی اصلا اخلاق نداشتن. نه؟ آره خیلی بد اخلاق. انتظار نداشتم بابا خود چرا به من نشون میدی؟ من فقط من خریدم. کافه‌ای که اومدیم